اول از همه بدنم رو با تردمی گرم میکنم و به تردمی شیب میدم و راه میرم تا هم پاهام بیشتر گرم بشه، هم فشار بیاد روی باستنم و عضلات باستنم آماده بشن. شما میتونید به جای تردمی تو روزایی که پایین ترین دارید از دوچرخه هم استفاده کنید. اولین حرکتی که سراغش میرم ددلیفت با دمبل. 2 تا نکته اصلی که این حرکت داره، یک این هستش که موقع انجام دادن باید کمرتون حتما صاف باشه و دومی پاهاتون رو باید حتما خم بکنید وگرنه عضلات پشت پاتون رو درگیر میکنه. حرکت بعدی بلغاریه که تارگتش قسمت میانی باستنه. اینجا خیلی مهمه که بدن یک مقدار به سمت جلو خم باشه، چون اگه صاف وایسید تارگتش قسمت رون شما هستش نه باستن. توی حرکت بلغاری میتونید از یه دمبل سنگین به صورت تک دست یا مثل من از 2 تا دمبل سبکتر برای ایجاد تعادلتون استفاده کنید. حرکت بعدی هیپ تراسته، حرکت مورد علاقه خودم. اگه این دستگاه رو توی باشگاه ندارید از نیمکت و وزنه باید استفاده کنید. سر روی نیمکت، قسمت کمر کاملا ثابت، تنها چیزی که بالا پایین میشه باستنه. زاویه پا خیلی مهمه، حتما باید پاتون صاف باشه و پاها رو به اندازه عرض شونه باز کنید. که بیشتر از عرض شونه باز بکنید فشار به قسمت روم میاد. و حرکتی که متاسفانه خیلی اشتباه انجامش میدن، حرکت هیپ دیپ، یکی از حرکات عالی برای عضلات جانبی و قسمت پایینی باستنه. نکته مهمش اینه که اصلا نباید صاف هیپ دیپ بزنید، بلکه باید بدن رو به سمت دستگاه کاملا خم بکنید. و در نهایت یه مقدار سرد کردن و کشش تا عضلات ریکاوری شن و گرفتگی نداشته باشین.